سلام، چطورید بچه ها؟ امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. میخوایم در مورد یکی از شخصی سازی های خوب سی شارپ صحبت کنیم و اینکه در مراحل بالاتر خیلی نیازمون میشه و باید ازش استفاده کنیم. شخصی سازی دیتا گرید ویو هست. خب ما میخوایم یک دیتا گرید ویو رو از حالت دیفالت که تو سمت راست میبینید تبدیل کنیم به یه دیتا گرید ویو که توی سمت چپ میبینید. خب من یه دو اینو اجرا میکنم که یه بار از قبل انجامش دادم، شما ببینید. خب سمت چپ یه دیتا گرید ویو هست که من شخصی سازیش کردم و سمت راست یه نمونه خام و دیفالت اون هست. خب ما میخوایم این سمت راست رو تبدیل کنیم به این سمت چپ و البته اینکه میتونه دیزاین های مختلفی داشته باشه، ولی ما توی این مثال و توی این ویدیو میخوام یه چیزی شبیه سمت چپ به دست بیاریم. اوکی؟ و اینکه اگه دقت کنید رنگ پس زمینش با پس زمینه خود فرم یکی هست. زمان که روی سطح ها کلیک میکنم یک رنگ تیره تری میگیره، یعنی اینکه من کلیک کردم و روی هر کدوم از سلول ها که کلیک میکنم اون ستونش کالومنش رنگش یه خورده تیره تر میشه. خب و اینکه رپ مود هم درون این قرار دادم که اگر ما یه سطری داریم که نوشته زیادی توش وجود داره، این از این طریق رپ مودش فعال بشه و نوشته بیاد پایین‌تر و بیرون از سلول نزنه. خب و اینکه همین، حالا بریم انجامش بدیم. خب قدم اول اینه که من یه اسمی براش انتخاب کنم و اسمشو میذارم DGV New. DGV مخفف دیتا گرید ویو هست و اسمش هم بذارم که DGV Test. اوکی، اینم اینجا فعالش کنم، بیارم این برتر. خوب دقت کنید اولین قدم اینه که ما رنگ دیتا گرید ویو رو توی این مثال با رنگ پس زمینه یکی کنیم. البته هر رنگی میتونیم بذاریم. برای این کار من روی اون دیتا گرید ویو یه بار کلیک میکنم. رنگ پس زمینه خب روی کنترل هست، اینجا بک کالر روی کنترله. من روی این دیتا گرید ویو کلیک میکنم و بک‌گراند کالر رو انتخاب میکنم. اینو میذارم روی کنترل، از تب سیستم میذارم روی کنترل. اگه دقت کنید الان رنگ این دیتا گرید ویو من با پس زمینه یکی شده. مسئله دوم اینه که توی دیتا گرید ویو سمت چپ من بوردر یا حاشیه ندارم دورش. خب میخوام برای اینم حذف کنم. روش کلیک میکنم، اینجا چیزا به بوردر استایل و من اینو میذارم روی نان، یعنی نداشته باشه. خب الان من یه دور اجرا کنم، از تصویر معلوم است ولی فقط جهت اجرا ببینید الان من دیتا گرید ویو دارم اما مشخص نیست، انگار چیزی نیست. خب این مدلی. مسئله بعدی که وجود داره شما میتونید انجام بدید این که بیا اون ستون هاتون رو اول مشخص کنید که بدونید اصلا چی دارید. خب ستون های من که مشخصه و اینجا چیا هست همون رو این و سمت راست هم میذارم. برای این کار من روی دیتا گرید ویو کلیک میکنم و کالوم رو پیدا میکنم که اینجاست. خب روی این سه نقطهش کلیک میکنم، یه صفحه میاد بالا که نوشته ادیت کالومز. حالا میخوام این ستون هامو دونه دونه اینجا اد کنم. یه دکمه اد داره میزنم و قسمت اول که نیم نوشته میگه اون نیم ستونی که میخوای ایجاد کنی رو بنویس. من این نیمشو میذارم نامبرز که اعداد منظورم هست و نوشته اون هدرش رو یه دونه شارپ میذارم که یعنی تعداد است. همونجوری که میبینید سمت چپ اد شد. خب حال کاری که دیگه باید انجام بدم نام کالا، تعداد، قیمت فروش و قیمت نهایی هم اضافه کنم. برای این کار واسه نام کالا اسمشو میذارم آیتم نیم و هدر تکستش رو میذارم نام کالا. اد کنم و قسمت بعدی اون تعداد هست، من اسمشو میذارم آیتم امانت هم میشه گذاشت ولی فعلا میذارم کانت و نوشتهش رو میذارم تعداد. بعدی قیمت فروش هست، من میذارم سل پرایس، نوشتهش رو میذارم قیمت فروش.
و بعدی قیمت نهایی هست که نیمشو میذارم فاینال پرایس و اسمش هم میذارم، نوشتهشو میذارم قیمت نهایی. اوکی همین. خب الان من اینا رو دارم از اون شارپ یا عدد اون سطرم تا قیمت نهایی رو دارم. یه خورده اینو بزرگترش میکنم که شما اینجا همه رو داشته باشید. ما اصلا با این اولی کاری نداریم، دیفالت سل استایل. خب هیدر تکست که همون چیزی بود که ما انتخاب کردیم، مثلا اینجا گذاشتیم شارپ، اینجا گذاشتیم نام کالا و اینجور چیزا. تول تیپ تکست هم یعنی اگر شما موستون رو بردید روی این نام این هیدر، یه توضیح برای شما بده، یه تول تیپی باشه. خب و ویزیبل که اگر روی فالس باشه نشونش نمیده. من فالس میذارم، نگاه کنید اون شارپ من رفته. من الان دوباره روی کالمز کلیک میکنم، اینو میارم این طرف، یه خورده اینو میارم این ورتر. دقت کنید من الان ویزیبل این فالس بوده دیگه، الان تروش میکنم و اینجا میبینید که شارپ من اومده. و از نظر قیافه الان اگه نگاه کنید خیلی فرق میکنم با هم، یعنی اون چیزی که سمت چپ وجود داره و اون دیزاینی که سمت چپ وجود داره و این دیزاینی که سمت راست هست، من حتی اجراش هم میگیرم. ما تلاشمون این هست که بتونیم دیتا گرید ویو سمت راست رو دیزاینش رو شبیه به دیزاین سمت چپ کنیم. خب این هست. حالا من دوباره برمیگردم به همون کالومز و بریم ادامهش. خب این ویزیبل که فهمیدیم. این کانتکست منیو استریپ هم راست کلیک کنیم مثلا یه منوی نشون بده که اصلا الان با این پیج من کار نداره. مکس اینپوت لنز هم که یعنی چه مقدار شما میتونید حرف وارد کنید که انتهاش 32767 که بیشتر هم میتونید بکنید. این بستگی به خودتون داره، کمتر. رید اونلی یعنی فقط قابل خوندن باشه، قابل تغییر نباشه. یعنی اگر این رو روی ترو بذارید فقط قابل خوندن میشه، نمیشه ادیتش کرد. و ریسایزیبل هم یعنی شما بتونید این ستونتون رو تغییر بدید سایزش رو. یعنی چی؟ من یه دور اینو اجرا میکنم و این بار فقط خام رو میارم بالا، نکنید یعنی شما بتونید اندازه ستون رو بیشتر و کمتر کنید، ولی ما اینجا نمیتونیم، این قابلیت غیر فعال و اینجا هم همین کار میکنیم که غیر فعال باشه. و اینجا ریسایزیبل رو من فالس میکنم. سورت مود یعنی اگه روش کلیک کردم اینو مرتب سازی کنه خودش. این واسه زمانیه که این لیست شما به لیست دیگه متصل نیست، یعنی در پس زمینه این لیست با لیست دیگه کار نمیکنه. خب من این رو یه دور اجرا میکنم دوباره و به شما نشون میدم. به عنوان مثال نکنید اینجا مثلا ما داریم 2، بعد داریم 5، بعد داریم 7، بعد داریم 1. الان من اگه روی این کلیک کنم میبینید به ترتیب حروف الفبا به ترتیب کوچکتر به بزرگتر یا بزرگتر به کوچکتر داره اینو مرتب میکنه. خب و این از این. مسئله بعدی دیگه، اینو یه دور دیگه ببندم و نه یادم رفت چی می‌خواستم بگم متاسفانه، ولی همینجا هست. خب سورت مود، داشتم میگفتم که اگر شما به لیستی متصل نباشید، یعنی چی؟ الان کنید من این دیتا گرید ویو من به یک لیستی متصل هست و من نمیتونم سورت مود رو با سادگی اینجا فعال کنم. یعنی چی؟ یعنی اگر من سورت مود رو فعال کنم باید در اصل اون لیست من هم سورت بشه و چون من نمیخوام این اتفاق بیفته معمولا یه سری گزینه هایی میذارن که شما به صورت دستی بتونید سورت رو انجام بدید که کد نویسی داشته باشه. خب حالا یه توضیح معمولی بود، حتی هزاران راه مختلف وجود داره ولی ما تو این مثال یه سورت مود رو نداریم. اوکی. و مسئله بعدی این که اگه دقت کنید این از چپ به راسته دیتا گرید ویو من و من میخوام از راست به چپ بشه مثل اون دیزاین سمت چپ، فقط کافیه که رایت تو لفت رو پیدا کنم و روش دوبار کلیک کنم از نو تبدیل به یس بشه و این هم از راست به چپ بشه. و یه گزینه دیگه که اینجا وجود داره یه رو هدر ویزیبل هست
اگه اشتباه نکنم اسمش رو، یه دونه رو هدر ویزیبل هست که اینجا تروه. خب مگه اینو فالس کنم این میپره، یه دونه یعنی یه ستون اضافه است که به شما نشون میدن دقیقا روی کدوم سطر قرار دارید. من اینو اجرا میکنم، ببینید من اینجا جوری قرار دادم که مثلا اگه روی سطر کلیک میکنم کل اون سطر تیره میشه پشتش. خب اما اینجا زمانی که شما چند تا دونه اد کنم، اوکی، این رو هدر ویزیبل اومده، میبینید؟ یعنی الان به شما میگه که شما روی کدوم سطر قرار دارید و این آخرین سطری که اینجا هست یک سطر خالیه و شما میتونید یه مقداری رو اونجا بنویسید. الان من اضافه کنم میبینید که به سطر اضافه میشه هر چی مینویسم. خب و زمانی که علامت مداد میاد یعنی که من دارم ادیت میکنم یه چیزی رو، یعنی دارم مینویسم. خب علامت مداد هست اونجا، اوکی. و این رو هدر ویزیبل کارش همینه، یعنی که به شما میگه که شما الان رو کدوم سطر قرار دارید. اینجا یه دونه علامت فلش اومده، رو کدوم سطر قرار دارید و الان دارید چیکار میکنید. این کارش اینه و ما اینو نمیخوایم تو این دیزاینمون. پس چیکار میکنیم؟ این رو هدر ویزیبل رو فالس میکنیم و برمیگردیم به همون کالومزمون و ادامه توضیحات پراپرتی های کالومزمون. خب و سورت مود رو فهمیدیم که ما میذاریم روی not sortable. اوکی اینجاست. این not sortable چیه؟ یعنی که من نمیتونم، قادر نیستم این رو مرتب سازی کنم، ولی یه تأثیری داره این not sortable روی دیزاینمون. خب من این رو فعلا میذارم رو حالت اتوماتیک، بعد به شما توضیح میدم که چه تأثیری روی اون دیزاینمون داره. دیتا پراپرتی نیممون چیه؟ یعنی من میخوام یک لیستی رو به عنوان دیتا سورس هم بدم به این دیتا گرید ویوم و توسط اون پراپرتی که در اون لیست وجود داره خودش اتوماتیکوار اون ستون رو برای من پر کنه یا اون سطر رو بر اساس نام، هماهنگی نام اون پراپرتی لیست و این قسمت، این کالوم پراپرتی هماهنگی اینها با هم دیگه پر بشن. حالا جلوتر بهتون میگم چی هست ولی توضیح کامل نمیدم چون به این ویدیو مربوط نمیشه. اوکی این فعلا همون روی نان میذاریم باشه. و یه قسمت دیگه داریم به نام نیم که نام این ستون هست، من گذاشتم نامبرز. و یه کالوم تایپ داریم که نوع این ستون رو مشخص میکنه. چندین نوع داره که اولی دیتا گرید ویو باتون کالومه که یه دکمه هست، یعنی اگر من این رو فعال کنم اولی رو بزنم روی دیتا گرید ویو کالوم باتون کالوم، اوکی بزنم، اینجا میبینید که به جای اینکه یک سلول خالی باشه من بتونم چیزی بنویسم، خب تبدیل شده به یه دکمه. ببینید اینجا تبدیل شده به یه دکمه. بعدی چیه؟ این کالمز رو میزنم. بعدی چیه؟ هست دیتا گرید ویو چک باکس کالوم، یعنی یه دون چک باکس هست. من این دوباره میذارم. اوکی اما یه تبدیل به یه دون چک باکس شده و نیاز نیست اجرا کنم، خودتون میتونید اجرا کنید، تست بگیرید. و کمبو باکس هم که یه دونه لیست کشویی براتون میذاره، شما میتونید توسط اون لیست کشویی اطلاعاتتون رو مثلا انتخاب کنید. خب و قسمت بعدی چی هست؟ گم کردم کجا بودم. اوکی اینجاست. اوکی این تنظیمات جدیدی که اضافه شده به خاطر این کمبو باکس است. خب شما میتونید بیاید اونجا آیتماتون رو اضافه کنید، یعنی مثلا میتونید بگید 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و اوکی که بزنید اونجا توی این کمبو باکس اون اضافه میشه 1 و 2 و 3 و 4 و 5. اوکی شما میتونید دونه دونه اینجا مثلا انتخاب کنید که شما چند رو میخواید. این تنظیمات الان نمیگم و اصلا کاری هم باش ندارم. و کالومز رو میزنم دوباره، میام اینجا و بعدی چیه؟ دیتا گرید ویو ایمیج کالوم هست که شما میتونید یه تصویری رو به نمایش بذارید که همینجا میبینید چونش تصویری وجود نداره، یه علامت ضرب در قرمز اومده
و بعدی چی هست؟ بعدی دیتا گرید ویو لینک کالوم هست. یعنی شما میتونید یه لینکی رو اینجا بذارید، روش کلیک کنید، مثلا برید به یک وبسایتی، یک عکسی رو باز کنید، یه پوشه رو باز کنید، کلا لینک دیگه، با کلیک کردن روش شما به جای دیگه انتقال پیدا میکنید. و ما با آخری کار داریم دیتا گرید ویو تکست باکس کالوم که بتونیم چیزی توش بنویسیم. و بعدی چیه؟ اوتو سایز مود. اوتو سایز مود یعنی خودش بیاد به صورت اتوماتیک تصمیم بگیری که این سایز رو چگونه انجام بده. یعنی اگر مثلا الان من این مثلا روی نام کالا انجام بدم، مثلا روی نام کالا، خب این اوتو سایز مود رو اگر من بزنم روی مثلا کالومون هدر، خودش اتوماتیک مثلا میاد اون اطلاعاتی که شما نوشتید رو بر اساس اون حجم تعداد کاراکتراتون تنظیم کنه. خب اما ما کاری نداریم، ما اینجا همیشه میذاریم روی not set، اصلا با این پیج ما کاری فعلا نداریم. بخشی بعد این دیوایدر وید هست. دیوایدر یعنی جدا کننده بین این ستون ها و اینجا 0 هست. شما میتونید مثلا مقدارش رو بیشتر کنید، مثلا بذارید 10. اوکی. و میبینید که اینجا تو قسمت سمت راست این فاصله بین این شارپ تا نام کالای من اینه که به اندازه 10 حالا پیکسل میلیمتر نمیدونم چی هست بزرگتر ضخیم‌تر شده و ما رو همون روی 0 میذاریم که خودش تنظیمات رو درست کنه. اوکی، این میذاریم روی 0 و با فیل ویت هم کاری نداریم، این چون روی اوتو سایز مود باشه کار میکنه، یعنی با اوتو سایز مود فعال باشه. و فروزن یعنی چی؟ فروزن یعنی اگر شما دارید به سمت بالا یا پایین اسکرول میکنید و یا به سمت چپ یا راست میرید، این نام ستونه اونجا قفل هست. من این رو تست میکنم برای شما، این رو روی ترو میذارم، این اولی رو. خب یه خورده اینو کوچیکترش میکنم و تا شما بتونید ببینید. نگاه کنید این شارپه اینجاست که من به سمت چپ میرم، این شارپه هنوز اینجا میمونه، این ستون میبینید یعنی فریز شده، سر جای خودش مونده. حالا یا به سمت بالا یا پایین اسکرول کنم فرقی نداره، یعنی اگر من اینجا شروع کنم یه چیزی بنوشتم اینم باید همینطور باشه قاعدتا. خب یه خورده کیبوردم هنگ کرد، ببخشید. و اینکه کلا این نام ستون فریز هست دیگه تو قسمت اسکرول از سمت پایین بالا یا بالا پایین. و اینم از این. پس متوجه شدیم که اگه فریز باشه چیه دیگه. من این رو استروپ میزنم و برمیگردونم سر جای خودش و دوباره کالومز رو میزنم و از حالت فریز درش میارم. و یکی دیگه از مینیموم وید یعنی کمترین طول یا عرضی که میتونه داشته باشه. خب حالا ما میگیم همون طول، مثلا اگر من این رو بذارم رو کمترین طول، اگر مثلا باشه 50، خب من نمیتونم بیام طول اینو یا همون عرض اینو فرقی نمیکنه کمتر از 50 نمیتونم بذارم 49. اوکی، اتوماتیک وار به 50 تغییر میکنه. چرا؟ چون من گفتم که این ستون کمترین میزان طولش باشه 50. اوکی، که الان من روی 50 بذارم کوچیک شده اینجا. و دوباره برمیگردم اینجا و همین کل تنظیمات اینجا همین بوده فعلا، البته با اون چیزایی که ما کار داریم. و حالا میخوام بریم ادامه تبدیل کردن دیزاین سمت راست به دیزاین سمت چپ. خب و من حالا میخوام این قبل از اینکه بیام اندازه این طولی ویدیو هر کدوم از این ستون ها رو من درست کنم، میخوام برم کارهای دیگهش انجام بدم و این رو بذارم انتها و من این رو دوباره به 5 برمیگردونم، این رو هم به 100 برمیگردونم و مابقی تنظیمات رو هم مثل همین قبلی انجام میدم. خب یعنی ریسایزیبل رو میذارم فالز و بقیه چیزا هم دست نمیذارم فعلا. این همینطور باشه تا اینکه من
بقیه تنظیمات انجام بدم. خب اوکی. حالا میخوام تستی کنیم. اون داده هایی که دارم رو میخوام بدم به این دیتا گرید ویوم. خب اون داده هایی که دارم و تستش کنم دیگه. اوکی. من میرم به حالت کد، این روش کلیک میکنم، میرم روی کد. من یک کانترکتور دارم اینجا، همونجور که شما میبینید کانترکتور این کلاس فرم من هست. خب اولین کاری که باید انجام بدم اینه که اوتو جنریت کالومز رو من فالس کنم. حالا این اوتو جنریت کالومز چیه؟ الان میخوام توضیح بدم. روی فرمم دوباره کلیک میکنم، میرم روی حالت فرم لود. اوکی. و یه لیستی دارم که من از قبل اینجا تهیه کردم. من یه بار بازش میکنم کنار هم دیگه و شما اسکرین شات میگیرید یا استاپ میزنید، خودتون انجام بدید. یه دونه کلاس دارم به نام فاکتور که بذار همشون رو باز کنم که این پراپرتیز ها و این فیلد ها رو داره. خب دقت کنید این فیلد ها رو داره، این کانترکتور رو داره و این پراپرتیز هاش هم اینا هستن. این کل پراپرتیز تو این صفحه الان شما دارید میبینید. و میرم بعدی و تو قسمت بعدی اینی که این کلاس من یه دونه پراپرتیز داره که لیستی که ساختم رو برمیگردونه برای من و یه دونه تابع دارم، یه دونه فانکشن دارم که میام اون لیست رو توش میسازم بر اساس این کلاسی که اینجا دارم. خب من این رو یه بار از اینجا شما اسکرین شات بگیرید و یک بارم میام پایینتر شما اسکرین شات داشته باشید که دیگه در مورد اینها هیچ توضیحی نمیدم چون مربوط به ویدیو نیست. من کاری که میکنم اون کلاسی که مربوط به ساخت لیستی که از قبل انجام دادم هست رو اینجا تعریف میکنم. اسمش هست C Factor List Builder و اسمشو میذارم List Builder. اینم از این. فقط کافیه که این لیستم رو بدم به این دیتا سورس دیتا گرید ویوم. خب من اینجا میگم دیتا اسمش DGV، من اینجا میگم DGV test dot data source مساوی است با list builder dot list. این لیستی که اینجا دارم. خب الان خب یه دور اجراش کنم و اگر دقت کنید این شارپ و نام کالا و تعداد و قیمت فروش اینا همه هست. اوکی. این الان خودش اومده بر اساس پراپرتیز هایی که من داخل این کلاس هم داشتم. اینها من اینا رو میبندم که شما ببینید. خب بر اساس این پراپرتیز هایی که من اینجا دارم اومده خودش ستون درست کرده. اینجا ها کنید خودش اومده ستون رو درست کرده و پر کرده. خب من میخوام اینطور نباشه، یعنی خودش ستون نسازه، اون چیزی که من میخوام رو انجام بده. خب خودش میخوام ستون نسازه و چیکار کنم؟ یا در زمان اینو میبندم یا در زمانی که این کانترکتورم داره ساخته میشه، یعنی اون کلاس من کلاس فرمم میسازه، اینجا بگم این this dot اسم اون دیتا گرید ویو صدا بزنم this dot dgv test dot auto generate columns رو من فالس کنم. خب اینجوری دیگه خودش نمیسازه. دقت کنید من اجرا کنم چیزی نمیاره برام، ولی اون خودش ستون اتوماتیک وار برام نساخته. پس من با نوشتن یه تیکه کد میتونم این کار انجام بدم. حالا میتونم تو همین کانترکتورم انجام بدم، میتونم این رو کات کنم تو قسمتی که زمانی که فرمم داره لود میشه این کار رو انجام بدم. هیچ تفاوتی در این وجود نداره. و اینکه مسئله بعدی چیه؟ مسئله بعدی اینکه چی شد که من این لیستم رو دادم به دیتا سورسم اینجا نشون نداد. خب چرا؟ چون من برای دونه دونه این ستون ها دیتا پراپرتی نیم انتخاب نکردم. دیتا پراپرتی نیم رو من اینو میارم این سمت و این رو هم فعلا موقت میذارم بره از حالت پین و اینجا دوباره کلاس هم رو میارم که نام این پراپرتیز هامو داشته باشم. خب من روی این دیتا گرید ویو کلیک میکنم، میرم تو پراپرتیز و
دوباره میزنم روی این کالومز. اوکی، من میخوام واسه دونه دونه این ستون هایی که سمت چپ دارم دیتا پراپرتی نیم بذارم. خب اگر من دقیقاً اون ستونی که میخوام رو با اون پراپرتی که تو اون کلاس هست رو دقیقاً اسمشون یکی بذارم، خودش اتوماتیک میاد میره از توی اون کلاس اون مثلا پراپرتی مخصوص به خودش برمیداره، اطلاعاتش رو میذاره اینجا. خب الان من واسه این شارپ دیتا پراپرتیش هست نامبر، من عین همین رو دقیقاً باید بنویسم. نامبر، حروف بزرگ کوچیک باید رعایت بشه. واسه نام کالا هست آیتم نیم و من اینجا بنویسم آیتم نیم. برای تعداد هست آیتم کانت و برای قیمت فروش هست سل پرایس و برای قیمت نهایی هست فاینال پرایس. اوکی، خب من این رو اوکی میزنم. الان اگه اجرا کنم دقت کنید تمام اطلاعات رو آورده سر جای خودش قرار داده. حالا اینکه چجوری این اتفاق افتاد و اینا اصلا توضیح نمیدم، فقط جهت این که شما بتونید یک داده‌ای داشته باشید و تست کنید. بهتره که طبق اون کلاسایی که بهتون نشون دادم داشته باشید و طبق این کدی که نوشتم اینجا بتونید این لیستتون رو بدید به دیتا سورس دیتا گرید ویو. خب ببین من تمام اطلاعات رو اینجا دارم. الان ببین چقدر با هم دیگه فرق میکنن سمت چپ و راست از نظر زیبایی، و میبینید که این سمت راستی اصلا زیبایی نداره و سمت چپی خیلی خوب و تمیز جا گرفته. اوکی، و ما هنوز سعی داریم که دیزاین سمت راست رو به دیزاین سمت چپ نزدیک کنیم. خب حالا کاری که باید انجام بدم، بذار یه کاری انجام بدم شما ببینید که اون دقت کنین الان اینجا داده ها همه وسط هستن، درسته؟ داده ها همه وسط هست. بهتون گفتم که اگر اون یه خورده خستم، من یادم رفته اینجا سورت مود رو اگر شما روی اتوماتیک بذارید چرا ما یه خورده روی دیزاین اون تغییر ایجاد میشه. خب حالا من میخوام اون قسمت که تموم شد اینجا تمام پراپرتی هاشو گفتم، میخوام بیام تنظیمات زیبایی یا استایل اون هدرها، یعنی این شارپ نام کالا تعداد قسمت هدرم رو درست کنم. چیکار میکنم؟ میام تو قسمت کالومن هدر دیفالت ست استایل و اینجاست میبینید من این رو دیگه پین نمی کنم. این کالوم هدرز دیفالت ست استایل کارش چیه؟ میاد این استایل هدر ما رو درست میکنه. خب من روش که کلیک کنم یه سری پراپرتیز هایی داره که به ما میگه که شما چیکار کنید. اول از اینکه این بک کالر چیه؟ این رنگ پس زمینه این هدر های ماست. اصلا با این سطرها کاری ندارم، فقط این هدر بالا. اوکی، من میخوام روی همین کنترل باشه و رنگش برابر با رنگ پس زمینه باشه. قسمت بعد اینکه فونتش چی باشه، من دوست دارم فونت رو بذارم روی بی نازنینه و رگولار باشه، میخوام 14 باشه اندازش و همین اوکی رو بذارم. خب فور کالر چیه؟ رنگ نوشته ماست. خب اگر من الان این رنگ نوشته رو مثلا بذارم این قرمز، خب باید بر من قرمز کنه دیگه. الان اینجا این اتفاق نیفتاد. چرا؟ نام کالا، تعداد، قیمت فروش، رنگ نوشتهشون قرمز نشد. فونتشون درست شده، فونتشون شد 14، ولی چرا اون رنگش این اتفاق یا رنگ پس زمینش به هم رنگ پس زمینه فرم هم نشد. ما یه پراپرتیزی داریم به نام کجاست؟ enable header visual styles. خب این کارش چیه؟ خودش میاد اتوماتیک یه سری ویژوال استایل هایی رو با اون ویژوال استایل های ما ترکیب میکنه. اگر شما میخواید از این استفاده کنید که میتونه true باشه، ولی اگر میخواید 0 تا 100 اون استایلی که شما میدید اجرا باشه باید اینو فالس کنید. الان ببینید زمانی که فالس کردم رنگ پس زمینه این هدر من با پس زمینه فرم من یکی شد و رنگ نوشته شده قرمز. خب ببین من با یه true یا false کردن اینجا این اتفاق میفته.
که من این فالس باشه و تنظیمات من اجرا بشه دیگه. اوکی، و دوباره برمیگردم روی کالم هدر دیفالت ست استایل و ادامه تنظیماتم رو میخوام انجام بدم. من میخوام نوشتم رنگش باشه مشکی، میذارم روی همون بلک. خب ولی زمانی که میخوام انتخاب کردم اون سلول رو، رنگ این هدر من باشه چی؟ یه خورده تیره باشه. یعنی مثلا میخوام بیام تو کاستوم بذارم این اولیه، اگه این پایینم میاد. این حالت نرمال که نوشته، حالت نرمال یعنی که همین الان این اگر چیزی باشه توی این سطر ما، سطری داشته باشیم، رنگ پس زمینش این رنگیه، رنگ نوشتهش اینطوریه. سمت راست یعنی زمانی که شما اون سطر رو انتخاب کردی، زمانی که اون سطر رو انتخاب کردی، اون سلول یا کل سلول های اون سطر به این رنگی که انتخاب کردی در میاد و رنگ نوشتهش سفیده و ما میخوام این رو به سیاه تغییر بدیم که میذارم روی بلک. اوکی، با این فرمت هم مثلا کاری نداریم. نال ولیو یعنی اگر شما یه مقداری نال رو دادید به این دیتا گرید ویوتون، خودش چیکار کنه؟ یه مقداری بذاره، مثلا 0 رو بذاره، مثلا دش بذاره، آندرلاین بذاره. اوکی، خب و ما هیچی نمیذاریم، فعلا اینجا خالی میذاریم. الاینمنت یعنی چی؟ یعنی تراز این نوشته ما تو این هدر یا اون سلولی که وجود داره. زمانی که نوشته میدل لفت یعنی وسط سمت چپ باشه. خب اگه دقت کنید الان مثلا همینجا تعداد از نظر ترازبندی به بالا و پایین وسط قرار داره، اما سمت راست قرار گرفته در صورتی که اینجا نوشته لفت. زمانی که ما رایت تو لفت یعنی گزینه رایت تو لفت رو ترو میکنیم، اینجا برعکسش اتفاق میفته، یعنی لفت معنی رایت میگیره و رایت معنی لفت میگیره و شما باید اینجا بدونید که اگر میخواید مثلا این تعداد بره سمت چپ، باید بذارید روی میدل رایت مثلا اینجاست. اوکی، الان ما اوکی بزنم میکنه همشون رفتن اینور. خب حالا میخوام کار دیگه انجام بدم، همشون میخوام بیام وسط و اینکه من اینجا الاینمنتش باید بزنم روی میدل سنتر. اوکی، این همشون بیام وسط در وسط. و پیدینگ یعنی چی؟ یعنی از هر طرف چقدر تو رفتگی داشته باشن، از سمت راست مثلا 1 پیکسل یا حالا یا هر چیزی که هست، یا آل یعنی مثلا بذارم روی 5، یعنی از تمامی جهت‌ها به اندازه 5 پیکسل به عنوان مثال تو رفتگی داشته باشه که من می‌خوام 0 باشه، نمی‌خوام تو رفتگی داشته باشم. و رپ مود چیه؟ رپ مود اینه که یعنی اگر شما حجم اون نوشته‌تون داخل یه سلول زیاد بود، از سلول بیرون نزنه، یه خط بیاد پایین مابقیش یه خط پایین‌تر نشون بده. اوکی، که اینجا رپ مود ترو هست، یعنی اگر من اینجا فالسش کنم خب می‌بینید دیگه یه خط پایین‌تر نیومد، همونجا جا داد اون نوشته رو داخل اون هدر من. اوکی، که من میخوام اینجا بستگی به سلیقه شما داره، من فعلا میخوام رپ مود ترو باشه، نمیخوام دستش بزنم، این رو اوکی میزنم. خب و مسئله بعدی اندازه این هر کدوم از ستونهای من هست که میخوام این رو الان تنظیم کنم. من دوباره باید برگردم به کالومز و هر کدوم دونه دونه اینجا دست بزنم. خب ویدو مثلا میذارم روی 50 برای این شارپ، یه بار اوکی میزنم، میبینیم که خوبه فعلا. و برای نام کالا مثلا میذارم روی 120 و برای تعداد مثلا میذارم روی 60، برای قیمت فروش میذارم روی 120 و برای قیمت نهایی هم میذارم روی 120. یه اوکی میزنم، میبینم که اینطوری شده تا الان خوبه، بدم نیست. و حالا میخوام کاری کنم اینا رو ببندم چون نیازش ندارم، دوباره این طراحی رو بیارم سمت راست و بیام اینجا دقیقاً چک کنم که ببینم من چه ویدهایی دادم به اینها. برای این شارپ 50 هست، برای نام کالا 180 60 130 130. خب یه این هست 50 اوکی، 180 60 تا 130. دوباره اینجا این کار انجام میدم، 50 180 این 60 و 2 تا 130. اوکی، این رو هم روی 130 قرار میدم و اوکی شد. این هم اندازش تقریبا با این یکی درم. حالا یه بار اجراش میکنم
ما از نظر قیافه اینها رو ببینیم چطور شده و همینطور داریم نزدیکتر میشیم به این دیزاین سمت چپ. اوکی. حالا کار دیگه که میخوام انجام بدیم اینه که بریم مراحل بعدی دیزاین انجام بدیم و حالا میخوام بهتون بگم که چه اتفاق. یه چیز واسم بهتون بگم. اگه دقت کنید گفتم که اونجا سورت مود رو روی اتو سورت نذارید اصلا، چون رو دیزاین ما تأثیر داره. الان این نام کالا دقیقاً وسط این سلول هدر من نیست، یا این شارپه اصلا وسط نیست، قیمت فروش خود سمت راست‌تر، قیمت نهایی خود سمت راست‌تر. این به خاطر چیه؟ به خاطر اون حالت سورت مودی هست که البته الان من غیر فعال کردم. خب فکر کنم رو اتو هست، البته من این رو میزنم و روی سورت مود روی اتوماتیک هست. خب کاری که من الان اینجا انجام بدم اینه که این سورت مود رو بزنم روی نات سورتیبل، همشون رو میخوام کار انجام بدم. میبینید که الان نام کالا، تعداد، قیمت فروش، قیمت نهایی همه دقیقاً وسط در وسط قرار میگیرن و این تو طراحیمو تاثیر داره. این همون چیزی بوده که گفتم فعلا رو اتوماتیک بذاریم. حالا اگر من اوکی کنم میبینید که این همشون دقیقاً اون وسط قرار گرفت. من هر دوتا رو اجرا میکنم که هر دفعه ببینیم. الان دقیقاً شارپ اومده وسط، تعداد اومده وسط، قیمت فروش اومده وسط. پس اون تاثیر داره اینکه دقیقاً اینها کجا باشن. من این رو استاپ رو میزنم و میریم ادامه. مسئله بعدی اینه که من میخوام این سطرهایی که دارم رو استایلشون رو دست بزنم. اوکی. من روی این دیتا گرید ویو کلیک میکنم، میام روی پراپرتیز و برای اینکه من بتونم سطرها رو من استایلش رو درست کنم باید بگردم دنبال رو تمپلیت. اوکی، رو تمپلیت و این دیفالت سل استایل رو ادیت کنم. خب بک کالر چیه؟ یعنی رنگ این سطر من، این سطری که اینجا دارم رنگش چی باشه؟ من میخوام کنترل باشه، یعنی هم رنگ اون فرم من باشه. فونت هم میخوام بی‌نازنین 13 باشه به جای 14 و رنگ نوشته هم میخوام بلک باشه. خب و سلکشن بک کالر یعنی اگه من کلیک کردم روی اون سلول یا روی اون سطر رنگ پس زمینه چی باشه؟ من میخوام یه خورده تیره تر باشه. و سلکشن فور کالر یعنی زمانی که من کلیک کردم حالا رنگ نوشته چی باشه؟ میخوام بلک باشه که اینجا میگه که هر دوتا انتخاب شدن. و اینکه الاینمنتش هم میذارم همشون میدل سنتر یعنی در مرکز قرار بگیرن و رپ مود رو هم روی ترو قرار میدم. اوکی و اینجا اوکی رو میزنم دیگه. تا اینجا اوکی و همشه. حالا یه دور اجرا میکنم من و اینجا ببینید که خیلی نزدیکتر شده به این، یعنی رنگ اون پس زمینه ها تغییر کرده. و حالا یه چیز دیگه دارم، یه داستان دیگه وجود داره، این که نگاه کن این موس مثلا نصفش رفته زیر این خطه و ما با دستی اینجوری بیام درستش کنم. خب ما یه چیز داریم برای اتوماتیک تغییر دادن سایز طول و ارتفاع این ستون ها که الان بهتون میگم پراپرتیزش چیه. ما باید روی آل سلز بذاریم، یعنی خودش اتوماتیک همه رو دست بزنه. اوکی من چیکار میکنم؟ روی این کلیک میکنم، میام روی پراپرتیز و قسمت بالای بالا یه چیز دارم به نام اتو سایز رو مود و این رو میذارم روی آل سلز، یعنی تمام سلول ها اتفاق بیفته. و یه خوبی دیگه که داره، بذار یه بار آفش کنم دوباره اجراش کنم، میذارم روی نان، یه اتفاق دیگه نیفتاده، یعنی این رپ مود من اجرا نشده. نگاه کنید اینجا به عنوان تست آخرین سطر نوشتهش یه خط اومده پایین ولی اینجا نیومده. ما با دستی این کارو بکنم. خب حالا چجوری باید این کار انجام بدن که خودش این اتفاق بیفته؟ همین اتو سایز رو مود هست که من این رو روی آل سلز قرار میدم که خودش این کارا رو انجام بده، یعنی هم رپ مود رو فعال کنه هم خودش بیاد سایز اینها رو تغییر بده. نگاه کنید چقدر داریم همینجوری رفته شبیه دیزاین سمت چپ میشیم و تا اینجا اوکی. حالا میخوام کار دیگه انجام بدم. اگه دقت کنید اینجا
خطوط من یه خورده رنگش یه تیره خیلی کم رنگیه، من میخوام اون انجام بدم. حالا این چجوری انجام میشه؟ ما به این خطوط ها میگیم گرید. اوکی، ما گرید کالر یعنی رنگ این خطوط. حالا میخوام بریم این رنگ خطوط رو دست بزنیم و اینجا تبدیلش کنیم به همین رنگی که اینجا هست، ولی قبلش باید 2 تا کار انجام بدیم. کار اول اینه که من اینجا یه خورده این کوچیک‌ترش کنم، نه این برتر میارم. اوکی، من زمانی که اینجا کلیک کنم دقت کن ما یه چیز داریم داخل کالومن به نام کالوم بوردر استایل، یعنی استایل این خطوط یا بوردری که داره. من این رو میذارم روی سینگل و اگر دقت کنید این روی ریز بود یه خورده این هدر من خطش با این یه خورده فاصله داره با سطر من. الان اگر من این رو بذارم روی سینگل این کاملا درست میشه و اون مشکلات دیگه پیدا نمیکنه. یا سمت چپش اگر دقت کنید اینجا میره، یعنی سمت چپ دیگه من ندارم این خط رو، ولی روی سینگل که میذارم درست میشه. اوکی، این از این. و مسئله بعدی اینه که من میخوام این خطوط و رنگش رو با دیزاین سمت چپ یکی کنم. من یه چیز دارم به نام گرید کالر که اینجا هست و من این رو میذارم روی کنترل لایت میذارم، فکر کنم همینه. آره کنترل لایت. حالا یه بار دیگه اجرا میکنم که ما ببینیم چه اتفاقی افتاده. ببینیم که همچون رفته رفته داره به زیبایی این دیزاین اضافه میشه. خب ببینید و تقریبا شبیه همین سمت چپ شده، اصلا هیچ چیزی کم نداره واقعا. خب تا اینکه میمونه یه سری چیزای دیگه ما بریم و اونها رو پرپرتیساشو دست بزنیم. الان تقریبا دیزاین ما با دیزاین سمت چپ برابری میکنه، هیچ فرقی نداره. و اینکه ما این کارا انجام دادیم و این کاری که میخوام انجام بدم اینه که یه بار دیگه اجرا کنم خودم ببینم با چیکار کنم. و اینجا که کلیک میکنم اینجا پس زمینه نمیفته روی این رنگ پس زمینه، سلکشن هم تغییر نمیکنه و من اینجا باید بیام کالوم دیفالت سل استایل و اینجا سلکشن بک کالر رو یه خود رنگش رو بیشتر کنم، یعنی نمیدونم چرا نشون نمیده، اشکال نداره درست میشه. و این از این. خب حالا من یه کار دیگه که میخوام انجام بدم اینه که اجازه ندم کاربر خودش بتونه مثلا سطری اضافه کنه، سطری رو ادیت کنه، دیلیت کنه. خب این مجوزها رو ازش میخوام بگیرم. چجوری باید این مجوزها رو از کاربر بگیرم که خودش اتوماتیک این کار انجام نده؟ من روی این دیتا گرید ویو یه بار کلیک میکنم و تو قسمت بالا اینجا هر چیزی که از allow user to add row تا allow user to resize row هرچی اگر true هست رو من فالس میکنم. خب اینجا من همه true ها رو فالس میکنم. اگه دقت کنی اینجا یه دونه سطر خالی سفید رنگ بوده این رفته و دیگه ما نمیبینیمش. اوکی، و اینم از این کار رو انجام دادیم. و یه چیز دیگه بذار اینم به شما نشون بدم. زمانی که من تو سمت چپ کلیک میکنم روی سطری کل اون سطر انتخاب میشه. اوکی، اما توی سمت راست اون سلول انتخاب میشه. چیکار کنم؟ زمانی که کلیک کردم کل اون سطر انتخاب بشه من باید بیام سلکت مود رو اگه اشتباه نکنم و رو سلکشن مود رو من بذارم روی فول رو سلکت. اوکی، الان من اگه اجرا کنم میبینید که الان هر دوتا الان هر دوتا شبیه هم دیگه. فقط من یه خورده الان باید برم رنگ سلکشن این هدرم رو کم رنگش کنم که دقیقا شبیه به این بشه. اوکی، من الان میام اینجا کلیک میکنم، میام توی کالوم هدر دیفالت سل استایل و اینجا سلکشن بک کالر رو میذارم روی این کم رنگ ترینش. اوکی میزنم و الان دیگه تقریبا باید شبیه به هم دیگه باشه، هیچ فرقی با هم دیگه نباید بکنم. میبینیم که دقیقا شبیه هم دیگه. اوکی، یعنی ما تونستیم اون یک
دیتا گرید ویو دیفالت رو تبدیل کنیم به این دیزاینی که الان اینجا داریم میبینیم و میبینید که چقدر قشنگ هست. رپ مود توش رعایت شده، زیبایی توش رعایت شده و تقریبا تونستیم یه سری استایل های خاصی رو بهش بدیم. خب من یه نگاه میندازم اینجا ببینم که من این رو میبندم، ببینم که تنظیمات خاصی هست که من یادم رفته بگم و اونها رو به شما بگم. اوکی، نمیخوایم دیگه اینم که فالس کردیم. گرید کالر که گفتیم. مولتی سلکت این چیه؟ یعنی که من بتونم چند تا دونه سطر یا چند تا دونه سلول رو با هم دیگه انتخاب کنم. خب زمانی که ترو هست، من زمانی که اجرا میکنم ببینید من میتونم با نگه داشتن کنترل چند تا دونه سطر رو یا سلول رو با هم دیگه انتخاب کنم. زمانی که من این رو فالس میکنم دیگه این اتفاق نمیفته. یعنی اگه من اجرا کنم کنترل نگه دارم فقط همزمان یک دونه سطر میتونه انتخاب بشه و اینو میتونید فالس کنید اگر نیاز ندارید چند تا دونه با هم دیگه انتخاب بشه و اینکه رید اونلی اگر باشه فقط خواندنی میشه دیگه، هیچ ادیت چیزی نمیشه روش انجام داد. دیگه با این کاری نداریم. رو تمپلیت هم که گفتیم و سلکشن مود گفتیم و همین. ما تونستیم یه دونه دیتا گرید ویو خام رو تبدیل کنیم به دیزاینی که سمت چپ داریم. یه خورده ویدیو طولانی شده، 46 دقیقه شده، ولی خب نمیشه کوتاه‌تر از این توضیح داد چون یک ویدیو تمرینی هست و شما مجبورید که ببینید این تایم رو، ولی باعث میشه که یک بار مثلا ویدیو یا نهایتا 2 بار این ویدیو رو میبینید ولی همیشه اون دیزاینی که خودتون دلتون میخواد رو میتونید روی دیتا گرید ویوتون اعمال کنید و از اون حالت دیفالت و بیروح خارج بشه اون طراحیتون. و اینکه اگر سوالی دارید حتما برای من تو کامنت ها بنویسید و اگر ویدیویی نیاز دارید که بسازم لطفا حتما برام بنویسید که من تو سریع ترین زمان ممکن اون ویدیو رو براتون درست کنم. خوش خورم باشید، همتون رو دوست دارم، خدا نگهدارتون.